سلام و درود عرض می کنم با تمام بینندگان این برنامه. خواستم که امشب یک برنامه با ارتباط اون مناظره‌ای که در کشور هندوستان در بین یک عالم مسلمان و خدا باور مفتی صاحب شمائل ندوی حفظه الله و در بین یک دانشمند ملحد که جاوید اختر می باشد. این مناظره بسیار عالمی بود و جهانی بود. همه انسان ها دیدن، اعم از مسلمان، ملحد و دیگر پیروان ادیان مختلف این را دیدن. مفتی شمائل ندوی حفظه الله امروز ثابت ساخت که در بین مسلمان ها، در بین امت اسلامی چنین جوانان ابو حنیفه گونه وجود دارد که در عقیده خود و از باور خود با استدلال قوی و با منطق درست ثابت بکند که اسلام چگونه دین هست. اما من در پی این نیستم که این را ثابت بکنم که در این مناظره مفتی شمائل ندوی حفظه الله ثابت ساخت که عقیده آن درست است و یا آن عالم یا دانشمند ملحد ثابت ساخت که یعنی خدا ناباوری درست است. چون که همه جهان دیدن، علما دیدن، دانشمندان دیدن، متفکرین، خبرگان همه دیدن که قضیه از چه قرار است. پس من در این مناظره دو نکته را حائز اهمیت می شمارم، آن را برای شما اشاره می کنم. اول این که قبل از این که مفتی شمائل ندوی یا آن عالم مسلمان و دیگر مسلمان هایی که در اونجا یعنی که عیناً تماشا می کردن آنها ادعا بکند، اما آن ملحد، دانشمند ملحد گفت که امروز در غزه کودکانی که کشته می شود، شهید می شود، به خاک خون کشیده می شود، مظلوم هستند. یعنی این ادعای مسلمان نبود، ادعای یک ملحد بود. پس ثابت شد برای جهانیان که مسلمان ادعا بکند که کفار، یعنی که ملحد ادعا کرد، ملحد ثابت کرد که یعنی آن کودکانی که امروز در غزه کشته می شود مظلوم هستند. اگر مسلمان ادعا می کرد شاید مردم این را قبول نمی کردند، جهانیان این را قبول نمی کردند. باز هم آنهایی که دفاع از حقوق بشر و مثلا هر ارگانی که باشد آنها گوششان را به کری میزند. افسوس. و نکته دوم این هست که بعد از این مناظره فرق اسلامی، ملانامه‌ها، عالمنامه‌های مسلمان‌ها از هر فرقه خیستند که مفتی شمائل ندوی حفظه الله را میخواستند با سمت خودشان بکشد. یکی گفتند که اشعری است، ماتوریدی هست، حنفی هست، سلفی هست، صوفی هست، فلان است، فلان است، فلان است. به هر مذهبی که باشد مفتی شمائل ندوی آن شیر اسلام در عقیده من، در باور شخصی من، باید مفتی شمائل ندوی را با یک فرق خاص اسلامی در واقع در یک شاخه اسلام هست پیوند دادن درست نیست، چون که متعلق به همه مسلمان هست. امروز مفتی شمائل ندوی حفظه الله دفاع کرد از عقیده تمام مسلمان ها. و در اخیر من اخباری را شنیدم که دولت هندوستان میخواهد که مفتی شمائل ندوی حفظه الله را با جور کردن توطئه ها، با زدن تافه ها میخواهد که اون را اسیر بکند، دستگیر بکند، مثل که دکتر زاکر نایک حفظه الله را که همه شما در آن آگاه هستین، چند سال پیش این قضیه را به سرشان آمده بود، مثلا آورده بود. امروز هم میخواهد که مفتی شمائل ندوی را کار ندارد که این حنفی هست یا سلفی هست یا مثلا ماتوریدی هست یا اشعری هست، دیوبندی هست، هر کاری که باشد مسلمان هست، عالم مثلا عالم مسلمان هست، این را میخواهد که دستگیر بکند یا مثلا توطئه جور بکند یا مثلا از وطن یا از وطنشان بیرون بکند. میخواهد یعنی در یک تضعیف، یک ضعفیت به سر مسلمان ها از این ناحیه وارد بکند. مفتی شمائل ندوی حفظه الله از تمام جهان اسلام خواسته که در حقشان دعا بکند. من هم از این برنامه برای شما بینندگان عزیز اعلان میکنم که این عالم بزرگ، این شیر اسلام را از دعای خیرتان فراموش نکنید.